امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر بوستان ولایت سوخت نخست به فعالیت کارخانه اینواسیونی استحصالی پلی اتیلنی جمعیت دارای مسئولیت محدود سوخت پلیتکس آغاز رسمی بخشیده با روند استحصالات در این کارخانه صنعتی از نزدیک شناس شدند. ساختمان کارخانه سال 2017 در دایره دستور سپارش‌های به واسطه پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان در سمت رشد ساحه صنعت به راه مانده شده، آن در مدت کمتر از 2 سال با خرج بیش از 12 میلیون سومانی با صفت بلند ساخته و با مؤثرترین دستگاه و تجهیزات تامین گردیده است. اطلاع داده شد که در کارخانه استحصال 207 نمود خلطه های پلی اتیلنی به راه مانده شده، در یک ماه 20 تن اشیاء خام به پرتاب کارکرد می شود. اشیاء خام برای استحصال خلطه های پلی اتیلنی در کارخانه اینواسیونی استحصالی پلی اتیلنی جمعیتی دارای مسئولیت محدود سوخت پلیتکس از فدراسیون روسیه و جمهوری های قزاقستان و ازبکستان وارد کرده می شود. اقتدار استحصالی کارخانه اینواسیونی استحصالی پلی اتیلنی جمعیتی دارای مسئولیت محدود سوخت پلیتکس در یک شبانه روز به 100,000 و در یک ماه به 3 میلیون دانه خلطه های پلی اتیلنی برابر است. کارخانه ما جمعیتی دارای مسئولیتش محدود سوخت پلیتکس که امروز با اشتراک بیوستی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان مورد استفاده قرار گرفت. در کارخانه ما اساساً خلطه‌های پلی اتیلنی استحصال می شوند. ما این کارخانه را در زمینه هدفها در راه رسیدن به صنعت‌کنانی با صورت مملکت که در پیام سالانه پرزیدنت مملکت همچون هدف 4 ملی اعلان گردید ساخته به استفاده داده ایم. محصولات ما فعلا برای استفاده بازار داخلی پیشنهاد می گردد. در آینده نقشه داریم که صادرات خلطه‌های پلی اتیلنی را با نقش نگار ملی و نوشتجات خاص تاجیکی برآورده دهیم. کارمندان ما که بیشترشان زنان معلم باشند روند کار با دستگاه‌ها را از متخصصان ساحه آموختند و از عهده کار با خوبی می‌برآیند. ما تصمیم داریم که با بالا بردن اقتدار استحصالی و افزون نمودن حجم استحصالات شماره کارگران را باز هم بیشتر نماییم. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان ضمن بازدید از کارخانه و صحبت با کارمندان که اکثریت را زنان تشکیل می‌دهند با اقدام صاحبکاران میرزا عزیز عثمانوف و شادی مراد سعیدوف بهای بلند و در جهت باز هم افزون نمودن اقتدار استحصالی و از بین بردن واردات خلطه های پلی اتیلنی از خارج تاکید داشتند. جمعیت دارای مسئولیت محدود سوخت پلیتکس که در دایره هدفها در سمت صنعت کنونی با سرعت مملکت در مساحت 4119 متر مربع ساخته شده است، در آن 100 نفر با جای کار دائمی و معاش خوب تامین گردیدند. من خدایبردی و گلناره اپراتور در روزهای جشنگیری عید نوروز و دستگیری جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان افتتاح این کارگاه زمانوی برای ما زنای یک مجده نوروزی می باشد. ما صاحب جای کاری دائمی و مزد معاش گردیدیم. من از نام تمام کارمندان کارگاه سوخت پلیتکس به جناب عالی اساسگزار صلح وحدت ملی پرزیدنت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان منتداری خش را اظهار می نمایم. من شریفا فخرالدین همچون متخصصی تکنیک حسابچی در این کارخانه بزرگی سوخت پلیتکس کار و فعالیت می نماییم. پیش از به کار آمدن از متخصصان نازکی های این تجهیزات های زمانوی را از خود کردیم. منتداری خود را به پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانیم که با صاحبکاران امکانیت فراهم آورده است که امروز چنین کارخانه های بزرگ را ساخته و استفاده میدهند و ما با جای کار تامین هستیم و معاش خوب میگیریم. تجهیزات کارخانه از جمهوری مردمی چین و تایوان وارد کرده شده، در سیخ‌های آن اساساً دستگاه‌های اکسترودری، برندگی و چاپی نصب گردیده روند استحصالات توسط کامپیوتر اداره و نظارت کرده می شود. استحصال خلطه‌های پلی اتیلنی در کارخانه اینواسیونی استحصالی پلی اتیلنی جمعیت دارای مسئولیت محدود سوخت پلیتکس که با نقش نگار خاص ملی و طرح نمود خاص عملی می شود، اساساً برای بازار داخلی از جمله مغازه‌ها گرفتن تحفه‌ها و دیگر احتیاجات روزگار استفاده می گردند.
دادند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان ضمن صحبت با مسئولین وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو جمهوری تاجیکستان و راهبریت این کارخانه صنعتی در شهر بوستان جهت براه ماندن صادرات محصولات پلی اتیلنی به خارج از کشور نیز دستور سفارش‌های مشخص دادند. راهبریت کارخانه عهدهدار شدند که در دوره هدف‌های صنعتی کنونی با سرعت مملکت سالهای آینده در منطقه آزاد اقتصادی سوخت کارخانه استیصال خلطه‌های پلی اتیلنی را با نقش و نگار ملی ساخته به استفاده می‌دهند که تولید محصولات در آن اساساً برای صادرات به کشورهای اروپا نگرانیده می‌شود. این سومین کارخانه است که با اشتراک پیشوای ملت ما گشاده ایم. در تاجیکستان سرمایه گذاری کردن خیلی خوب است. این کارخانه که ما امروز گشادیم با جای کار دائمی تا 100 نفر کارگر تامین می شود با معاش دائمی. پیشوای ملت بعد از گشادن کودکستان کارخانه های ما که تا 200 نفر کودکان در آنجا تحصیل کرده می توانند، پیشوای ملت به ما دستور دادند که ما بیشتر با کارکرد پخته که اشیای خام آن در وطن خودمان موجود است مشغول شویم. برای همین ما فکر میکنیم نقشه ها داریم که در منطقه آزاد اقتصادی سوخت یک کارخانه بنا کنیم که در آن بیشتر با کارکردهای کیمیایی و از نخهای پخته کارکرد کنیم که در آن زیاده از 700 نفر جای کار می شود. ما برای پیشرفت جمهوری تاجیکستان کوشش میکنیم، غیرت میکنیم و قوای خود را دریغ نداشته دستگیری میکنیم. در جمهوری روسیه در یک سال درخت 10-15 سانتیمتر کلان می شود. لیکن در جمهوری تاجیکستان ما من که مشاهده کردم سفیدار تا 1-1.5 متر دراز می شود. ممکن خطا کنم لیکن این مشاهده من. برای همین ما می خواهیم که بسیارتر درخت شنانیم، از خارجه نمودهای درخت بیاریم، سنجیم که کدام درخت ها تیزتر بلند می شود، همچون اشیای خام استفاده بوده می شود. ما از دستگیری های پیشوای ملت، از دستگیری های حکومت تاجیکستان خیلی قناعتمند هستیم، منتدار هستیم که برای ما اینقدر شرایط ها مهیا کرده ایستاده‌اند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان پس از شناسایی پوره با روند استیصالات در کارخانه اینواتسیونی استیصالی پلی اتیلنی جمعیتی دارای مسئولیت محدود سوخت پلیتکس بار دیگر جهت راهاندازی استیصال محصولات اعلی صفت و رقابت پذیر و با صادرات نگرانیده شده تاکید داشتند. یادآور میشویم که در شهر بوستان فعلا نزدیک 30 کارخانه صنعتی فعالیت دارد و سال 2018 حجم استیصال محصولات صنعتی به زیاده از 240 میلیون سومانی رسانیده شده است.